چطورید بچه‌ها؟ نامتون عالی باشه. میخوام چند نکته بهتون بگم که قبل که من حمیدرضا هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری تو مدت زمان خیلی کوتاه به سطح سابسکرایبر اول رسید. اگه یه ذره صدام گرفته است عذرخواهی میکنم، من یه ذره سرما خوردم و به همین دلیل که صدام تو دماغیه و نمیتونم نفس بکشم درست و ممکنه که اذیت بشه و نتونم بعضی جا توپ بزنم یا رشته کلمات دستم در بره. بازم عذرخواهی میکنم ولی تمام تلاشمو میکنم که کل لپ مطلب بهتون میگم، کل مطلب رو بهتون ادا کنم. راستی قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیوی جدیدی منتشر کردم یوتیوب واسهتون نوتیفیکیشن ارسال بکنه. پس میخوام بهتون یاد بدم که تو مدت زمان خیلی کوتاهی سطح سابسکرایبر اول رو بگیرید. دقیقاً کاری که من تو خودم تو چنل‌های چند تا چنل دیگه دارم، من اینو بهتون گفتم فکر کنم یه بار، ولی بازم بگم من یه 3 تا چنل دیگه دارم که اونا رو مانیتایز کردم. شاید الان میگه بابا 3 تا چنل، ولی نه، میشه این کار رو انجام داد. اون چنل انگلیسی دوست داشتم، این چنل فارسی هم داشته باشم که کلا من از آموزش دادن خوشم میاد، دوست داشتم آموزش بدم تا اینکه فقط ویدیو آپلود کنم و آموزشی ندم، دوست داشتم صحبت کنم بیام جلوی دوربین و همین. خب این لوگوی کوچیکه میبینید، این گوشه رو موس ببرید روش سابسکرایب، میتونید سابسکرایب کنید. همین این کار انجام بدید، 3 ثانیه بیشتر وقت میگیره. 1 2 3. کسایی که سابسکرایب کردن دمتون گرم، کسایی که نکردن هیچ بریشون. خب میتونیم این کار انجام بدید. حالا چطوری میتونیم این چیزو بذاریم بغل که بشه مثلا بشه سابسکرایب کرد؟ ببینید همش بخاطر اینکه به سختی نفس میکشم، اذیت میشم موقع صحبت کردن، توپق میزنم و اینا. نمیدونم این ور یا این ور، حالا هر طرف که هستش یه عکسی کوچیکه، لوگو یوتیوب کوچیکه که من اینو اضافه کردم خودم. حالا هر عکسی میتونید بذارید، عکس خودتون، عکس لوگوتون رو میتونید بذارید. من یوتیوب گذاشتم که شما موس ببرید و بتونید منو ساب کنید، چنل منو. خب میرید تو یوتیوب استودیو، قسمت کاستومایزیشن و برندینگ، میایید پایین، آخرین گزینه یه عکسی میتونید اینجا بذارید. تو هر ویدئویی که این هستش میتونید بذارید باشه. اونجا 3 تا گزینه داره، مثلا توی هر ویدیو باشه، بخش اول و آخر ویدیو باشه. خب میتونید این چیزاشو بین اون 3 تا گزینه تعیین کنید. من میذارم کل ویدیو هام باشه این قضیه و کمک میکنین که ما سابسکرایبر بیشتر بگیریم. بی تاثیر نیست ولی خیلی تاثیر نداره که ما سابسکرایبر زیادی بگیریم. خب نکته بعدی که بخوام بهتون بگم، استفاده از شورت ویدیو که خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا شورت ویدیو رو جدی بگیرید، واقعا شورت ویدیو خیلی مهمه. و فرض کنید که شورت ویدیو 20000 تا ساب بگیره. الان میبینید من دارم صحبت میکنم، من چند سری ضبط کردم، یک سری دیدم صدا قطع بوده، یک سری دیدم فوکوس اشتباه بوده و من تار شدم. یعنی فوکوس الان نمیدونم، فوکوس افتاده بود روی چیزم، من فول شده بودم، من بلر شده بودم و بک‌گراند رو واضح گرفته بود، فوکوس کرده بود بک‌گراند به جای من و این فوکوس به هم ریخته بود و این خیلی اذیت کننده بود واسم که مجبور شدم دوباره ضبط کنم و این محتواها رو. ولی اشکالی نداره، ارزششو داره، چون واسه شما هم دارم میگم اینو، ارزششو داره که بعداً قراره پول در بیاد، درآمد دلاری داشته باشید. واقعا این چیز ارزششو داره. خب استفاده شورت ویدیو خیلی مهمه. من خودم تو اون چنلا از شورت ویدیو زیاد استفاده کردم که بتونم سابسکرایبر جذب کنم. واچ تایم نمیاره، یعنی واچ تایم نداره کنن شورت ویدیو، ولی میتونید وصلشون کنید به ویدیو بلنداتون که سابسکرایبر بیشتر بگیرید. این بالا ویدیوشو میذارم، شما میتونید برید ویدیوشو نگاه بکنید که چه اتفاقی بیفته که شما بتونید واچ تایم بیشتر بگیرید و درآمد بیشتری داشته باشید. مثلا این شورت ویدیو 50000 تا ویو میگیره، از اون 50000 نفر شما وقتی وصل کنید به ویدیو لانگتون 15000 نفر 10000 نفر میرن اون ویدیوی بلندتون رو میبینن. تا بیشتر هم شاید برن، 20000 نفر ممکنه برن از اون مثلا 50000 نفر. حالا 20000 تا خیلی زیاده ولی 10000 تا میرن. اصلا وقتی برن چه اتفاقی میفته؟
مثلا فرض کنید ویدیو شما کلا 500 تا ویو گرفته، این 10,000 نفر که میاد یک دفعه 10,000 نفر میان 10,000 تا ویو میگیره و از اون 10,000 نفر فرض کنید از هر مثلا 1,000 تا ویو بهتون $4 بده، 10,000 تا میشه $40. خب یعنی $40 40 ضرب در 50 میشه 2 میلیون تومان از یک ویدیو شما در میارید. شما 2 میلیون تومان از یه دونه ویدیو کسب درآمد میکنید و تموم 2 میلیون تومان وارد میشه به حساب شما. البته دریافت پولش به همین راحتی ها نیست، ولی میشه اون پول رو راحت دریافتش کرد. دیدید چقدر راحت؟ و این شورت ویدیو تازه علاوه بر اون واچ تایم میتونم میره بالا. خب اینم از این. و نکته سوم اینکه توصیه است بیشتر این کار انجام ندید. نصیحت میکنم شما رو که آقا نرید بگید آقا منو ساب کن، منم شما رو ساب میکنم، کامنت بذارید ساب کنید، منو ساب کنید، منم شما رو ساب میکنم. از این کارا خواهش انجام ندید. سابای با کیفیتی به دست نمیارید. میدونید چرا؟ چون مجبورین تقابل انجام. چون نمیدونم کلمه تقابل درست یا نه، مجبوریه. هیچ خواسته ای نیستش که من میخوام آقا عمدن بیام شما رو ساب کنم خوش آمده. اون اصلا شاید علاقه شده بعدش هم بیاد از اون موضوع، فقط چون شما رو ساب کردید اونم مجبوره که بیاد شما رو ساب کنه و یه همچین اتفاق میفته. شما رو ساب میکنه و نگاه نمیکنه که ویدیوتون رو نگاه هم بکنه، یه مقدارش نگاه میکنه میزنه میره، یه لایک میکنه میزنه میره و فقط ساب میکنه شما رو و ویوهاتون هیچ تغییر نمیکنه، پس هیچ تأثیری نداره. خب پس میشه شما سابسکرایبر بی خود بی کیفیت به دست آوردید. پس این کار انجام ندید. و نکته آخر که من اینو همه جا میگم، بیرون میگم، برم مسافرت میگم، تو خونه میگم، تو دورام میگم، توی سمینار برم میگم، همینجا میگم، بعدها میگم، گفتم، بازم میگم، همیشه میگم اینو، هر چی بخورم میگم، هر کی ازم بپرسه اینو بهش میگم، تامنیلای جذابی بسازید. اصلا ناموسم این تامنیل خیلی خفنه. تامنیلای جذاب بسازید، بهتری کنید. فقط تامنیل بسازید، تامنیلای جذاب. الان نگاه کنید هر کیو میبینیم چندش روش کرده تامنیلای خفن داره. اصلا تامنیل هم نسازه از عکسای جذابی استفاده کرده که واقعا رنگ و لعاب داده، خیلی خوشگل کرده چنلشو. از تامنیلای قشنگ استفاده کنید، خیلی تامنیلای خفنی بسازید. و اینم از این. و تامنیل خیلی مهمه ساختش، ارزش داره که شما برید یه ذره هزینه کنید یا اینترنت خرج کنید، برید مثلا یه دوره آموزش یه ذره فتوشاپ یاد بگیرید که بتونید یه تامنیل ساده رو بسازید، یه تامنیل خوب بسازید. یا اصلا این سیستم ندارید، برید یه آموزش پیکسارت ببینید، کنه شاید تو 1 ساعت 2 ساعت بهتون پیکسارت و این پیکسل لب یاد بدن که بتونید یه تامنیل حرفه‌ای شما طراحی بکنید. و همین نکته باقی نمیمونه. دمتون گرم تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. همین الان ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که این ویدیو جدید منتشر کردن ویدیو تو واسهتون نوتیفیکیشن ارسال بکنه. دمتون گرم. خداحافظ.